aşk sana geldim. Al yine büyüt beni, ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Ey aşk vurur musun, kor gibi durur musun? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? مبارک باشه خان صاحب. زنده باشی. دوران خان شدن نمیتونه. او یا کرمانی نیست. چی میکنین مادر؟ بگوین چی میکنه؟ تو چطور خبر شدی؟ ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. از اول تا آخر برام توضیح بدی زمرا دروس. نوجین مادر چی شد؟ صحبتشان زیاد طول کشیده. او امروز خان شدن و خوشی دوران ما انتخاب کرد خانم عدیه. من چند بار برات گفتم که یک لحظه هم زمرده تنها نمانی. ما نمیخواستیم این قسم شوه، نمیخواستیم که دوران در این روز جگرخون شوه جانم. تو چطور این کار کرده میتونی هدیه؟ چطور؟ خواهر جان، چرا گریه میکنی؟ به خاطر که مادرت نیست؟ خواهر، شما خو استانبول رفته بودین، چرا پس اومدین؟ یا که مادرت نخواست؟ یا که دوران بیادر رو به زور آورد؟ نوجین مادر قدیم حیف است به تو هدیه، به خدا حیف است.
وقتی میفهمیدیم که زمرد مریض است و عقل خود از دست داده، بازم او را چطور آزاد ماندی و پیش کل قوم رشخند ساختیم. ها هرچی بگوین حق به جانب هستین مادر جان. فکر نمیکردم به این اندازه از حد خود بگذره. در سنه 13 سالگی آرزوهای خدا، امیدهای خدا، مکتب خدا تمامش از دست داده. زهرا قربانی رسم و رواج شد. درد او دختر معصوم خلاص نمیشه. حالا که مادر خدا پیدا کرده مانع وام میشن. زهرایی بیچاره، چطور میتونه قلب و بیچاره همه درد تحمل کنه؟ خدا میفهمه قاتل به نام رسم و رواج جان چند معصوم دیگر خواد گرفت. وقت تو از این شهر رسی خودت میفهمی دکتر صاحب. کسی که با لباس عروسی در یک خانه داخل شود فقط با کفن بیرون شده میتونه. میفهمم. حالا فهمیدی که ما چرا میخوایم برام؟ اونا به ما ضرورت دارن. فهمیدم، اما در این حالت نه قسم نمیشه. تا شما خوب نشین خوب شدن اونا امکان نداره. اگه ما نباشم کی به اونا کمک میکنه؟ هر کاری که از دستم بیایه آماده استم انجام بدم. یگانه دلیل بودن ما به این شفاخانه کمک کردن ما بیش از 5000 عروسای کوچک این شهر است آزاد. نجات دادن اونا از این جهنم یک ثواب بسیار بزرگ است. ما باید اونا را کمک کنیم. زنده باشی. بر اندازه که بالای بچه تان افتخار کنین کم از قدیم خان. بریم. دست خان صاحب ببوس دخترم ببوس. خان صاحب مبارک باشه. اول دیگه پدر خان هستی، لذت خدا ببر. اگرچه حرفای زمرد خانم اعظم کده نتونستم، اما بازم در دل انسان وسوسه مندازه. به هر صورت خان صاحب معذرت میخوایم، اما در خانه کاتش نباشه دود بلند نمیشه. روزتان خوش. خان صاحب خداوند سر بلند داشته باشیتان. نوجین مادر بریم میلیف. اله اگه اجازهتان باشه ما میخوایم برم. اگه به چیزی ضرورت داشتین من دوباره میتونم از شفاخانه رخصتی بگیرم. این خوبی تا هرگز فراموش نخواد کردم دخترم. زنده باشی. زنده باشی مادر کلان. ما تا بیرون میرم، با چیز ضرورت دارین؟ دوران لیلا دخترم تا بازار با خود ببر. برو بچیم. درست است مادر کلان. شما به زحمت نشین خان صاحب. خواهش میکنم، سرشانه خود خونم میبرمت. بازم مبارک باشه خان صاحب. زنده باشی. شما فقط لایق این قصر هستین. شما یک خانه قوی و نرم دل هستین. بسیار محفل با شکوه بود. اگه زمرد خانم مزاحمت نمیکردن بهتر از یوم میشد. خانم کاکای مریض است، ایره تو هم میفهمی. البته خان صاحب میخوایم هرچی عاجل شفا بیافن انشالله. خب شما کجا میرین خان صاحب؟ اگه به خریداری میرین همراهتان ما هم کمک کنم.
همینجا مناسب است. نزدیک اسگاه هم است. زنده باشین خانسر. بکستان ملکه خانم. آمر صاحب با محکمه میریم؟ نه خیر، شما آزاد هستین. چطور؟ اما تا هنوز به محکمه نرفتیم. بله ملکه خانم، شما رفتم میتونین. بعد از این با ما روبرو نشین. نزدیک شدنتان به خانه کرمانی ها ممنوع از گفته باشم. اگر نه تا آخر عمر شما را از اینجا بیرون کده نمیتونیم. خوب شد با خیر گذاشت. تو با کدام روی در مقابل ما ایستاد شدی؟ با کدام روی آمدی؟ ما در طول عمر خود مثل تو یک انسان ریاکار دروی و سنگدل ندیدیم. زیاده روی نکن. هر بار وقت تو را میبینم این تکانایی که در قلبم پیدا میشن به خاطر چی است؟ هوش کنی دوران، هوش کنی دیگه ای گپای تا برای من نگویی. من نمیخوایم که قلبت به خاطر ما بتپه. تو چه قسم یک آدم هستی؟ اگه یک ذرم وجدان میداشتی دخترم ازم جدا نمیساختی. من مادر هستم، مادر. فقط به خاطر که دختر خودم میخوایم من زندانی ساختین. واساس ملکه، اگه من نمیبودم هنوزم زندانی میبودی. با جایی که ورور کنی احسانمند باش. ایره بفهم ملکه، باید بفهمی تو زن و هوشیار هستی. بیبی آزادی تو و زهرا به دست من هست. تو به خاطر امی گپایت من آزاد ساختی دوران؟ چی شده؟ کوشش که از عقلت استفاده کنی. اگه بار دیگه به قصر نزدیک شوی یا کوشش کنی زهرا را فرار بتی، به خاطر دوباره زندانی ساختن تو هر کار میکنم. هر کاری که میخوایی انجام بده دوران. اگه میخوایی زهرا را ببینی خودت میفهمی که چی کنی. ملکه؟ آزاد؟ من همیال از نظارتخانه بیرون شدم، رحم کردن. پس آزاد شدی. بسیار خوش شدم. ما در شفاخانه هستم ملکه. در شفاخانه چرا؟ چرا؟ چی شده؟ درست است تو قد کن، من پیشت میام. هیچ کس به ما باور نمیکنه جمال، هیچ کس نمیکنه. باور کو راست میگم، قسم میخورم که راست میگم. تو خب به ما باور میکنی نه؟ ها؟ باور میکنی همه تو نیست؟ مرا ببخش زمرد خانم، مرا ببخش، دیگه چاره نداشتم. مرا ببخش. میبخشین، آزاد کرمانی در کدام اتاق است؟ صبر کنین. شما خانم ملک هستین؟ بله. بفرمایین من شما رو پیشش میبرم. خب آزاده چی شده؟ من با موتر می اومدم که در کنار جاده دیدمش. اونجا بیهوش افتاده بود. وضعیتش هم هیچ خوب نبود خانم ملکه. بیاین. ملکه خدا را شکر که آمدی، اجازه ندادن که ما برم. ای کار کی کرد؟ دوران همو کدنی آزاد.
مو از نظارتخانه بیرون ساخت. همراه روزه گپ زد، گفت اگه یک بار دیگه به حولی ما نزدیک شوی تو را دوباره زندانی میکنیم. بله میتونن. درست است، اما چطور کنم؟ زهرا را چه قسم از اونجا بیرون بیارم؟ صبر میکنیم ملکه، با احتیاط پیش میریم. چند دقیقه پیش به وکیل زنگ زدم، شاید آله برسه. هر چی زود باید خلاص شود، دیگه تحمل ندارم. شکر ای روزام دیدم، دیگه چیز نمیخوایم. دوران بچه‌م خانه قبیله ما شد. باز خواد دیدین نوجین مادر، بچه‌م هرگز شما را ناامید نمیسازه. به از او اگه بالای دوران باور نمی داشتم این تصمیم نمی گرفتم. دورانم بعضا اشتباهات مرتکب شده، اما با گونه خوب تلافیم کده. خاطر خطاهایی که کردیم بسیار پشیمان هستم. معذرت میخواهیم مادر کلان، اما بعد از این از رسم و رواج خود حمایت میکنم. هرگز از امرتان سرپیچی نخواهد کنم. قدیم بچیم تو درباره چی فکر میکنی؟ برام بگو. نه مادر جان، هیچ چیز فکر نمیکنم. من کاملا خوب هستم. کم خوابم گرفته. زهرا جان برام یک گلاس قهوه بیار. من میارم خان صاحب. زهرا کمی خوب معلوم نمیشه، امروز زیاد خسته شده. چهرهشم زرد شده. عروسی کوچک با اتاق ببرین که کم استراحت کنه. فاطمه بچه‌شم نوجین مادر، بیا دخترم. زهرا را به اتاق علی ببر. نوجین مادر کلان لطفاً مرا به اتاق روانه نکنین، خواهش میکنم. لطفاً. اما دیگه هر چیز بگوین انجام میدم. از اینجا بخیز. بخیز زهرا. چیزی که گفتم انجام بده. بعد از این حدتا میشناسی. بیا زهرا. آزاد دیگه تحمل ندارم، نفس گرفته نمیتونم، دیوارا دلم تنگ میسازه. من باید همراه زهرا باشم، او را باید از اونجا بیرون کنم. ده او خانه زندگی کده نمیتونه، اونجا بوده نمیتونه. با اجازه دوران خان. خواهش میکنم مادر کلان، صاحب اجازه. دوران بعد از این خدا نسبت به دگرها بزرگ فکر کو بچین، حتی از مام کده. نه خیر مادر کلان، خوب نیست. نه همه تو می باشی. هیچ کسی را از خود کده بزرگتر فکر نمی کنی. بعد از این بهترین کارو بهترین تصامیم تو میگیری. اگر اشتباه کردی یا به ارتباط رسم و رواج ما بود، اشتباهی تا هرگز قبول نمی کنی بچه. یک مسئله را زیاد متوجه باش. انسان ها نسبت به دروغای کوچک به دروغای بزرگ بیشتر باور میکنن. به خاطر پیشرفت آینده بعضی اوقات باید یگان وقت دروغم بگویی. فراموش نکن یک دروغ هر قدره که بخوایی تکرار کنی، بالاخره کلگی با او دروغ تو حتما باور میکنن. دوران
اگه کارایت به درستی پیش نرفت هوش کنی وار خطا نشی، چون کسایی که به تو همیشه باور دارن و تو را کلان خود میدانن به از او به طرف تو میبینن تا گپ قناعت بخش برشان بگویی. تو باید همیشه اطرافیان خود خورد جلوه بتی، کم بشماری، تا یک روز اگه اشتباه کردی بتانی اونا را مسئول بدانی و باید اونا هر دقیقه منتظر پذیرایی تو باشن. اگه ای قسم رفتار نکنی بالای انسان ها رحم داشته باشی، باز کسی بالای تو رحم نمی کنه. بله. زهرا دخترم بیا بشی، بیا بشی، بیا بشی، بیا آفرین، اینجا بشی. من رفتم برات کم میوه آوردم، یک دانیم. تو هیچ چیز نخوردی زهرا جان، حداقل بگی کم میوه بخور جانم، درست است؟ تو از علی میترسی؟ نه ترس دخترم، من پیشت هستم. او جزایی است، دیگه بیرون بر آمده نمیتونه. حالا دیگه دختر مقبولم، تو برو کم استراحت کن، درست است؟ خانم ملکه، آقازات امشب از اثر دوا با راحتی استراحت کده میتونه. شما هم کوشش کنین که بخوابین. به خاطر دخترم به تشویش هستم، به جزو به هیچ چیز فکر نمی کنم. میفهمم ملکه خانم، کار که در حق دختر شما شده بسیار جگرخون شدم. انشالله که بتانین به زودی دخترتان ببینین. انشالله. گفتن نتانستم بچه، گفتن نتانستم، به خاطر خوشی تو گفتن نتانستم. قسمه که سالها خاموش بودم، بازم میخوایم خاموش باشم. دوران بچه، هوا بسیار سرد است، خنک میخوری. بخیز دوران، برو با اتاقت بخواب. آها. فاطمه خاله،
امروز وقت خانم کاکایم گپ میزد چرا چپ شدی؟ چرا به همگی نگفتی دوران بچه من است؟ ما مثل دیگرها تعجب کردم. راستش هیچ نفهمیدم چی بگویم. چطور میفهمیدی این مسئله یک دم گفتم میشه؟ تو فقط بچه رضایی من هستی. زمرد خانم باهوش نبود، نمیفهمید که چی میگه. بله. شب بخیر. شب تو هم بخیر بچیم. چرا گریه میکنی؟ به خاطر که مادرت نیست؟ شما خو استانبول رفته بودین، چرا پس اومدین؟ یا که مادرت نخواست؟ یا که دوران بیادر تو را به زور آورد؟ لطفاً من از اینجا بیرون کنه، نفس کشیده نمیتونم. کس هست؟ رستم کاکا دروازه را باز کنین. لطفاً با ما کمک کنین. رستم دیوانه چی میگه؟ خان صاحب میگه تشناب میرم، چی کنیم ها؟ میتونی ببریش. کاکا نه دیگه کاکا رستم لطفاً، یا که میخوای امروی من داخل بری. منتظر میباشم، دستور قدیم خان است بچیم. درست است. بله بگویشه. تبا بچیم کم نشده هنوز. درست است، من بازم برات زنگ میزنم. خداحافظ. خداحافظ. علی خوب هستی؟ زهرا بیدار شو. زهرا چیخ نزن. زهرا چیخ نزن، آمدیم که کمکت کنم تو از اینجا فرار کنی. زهرا لطفاً چیخ نزن، اگه نه همگی خبر میشن. ما آمدیم که کمکت کنم تو از اینجا فرار کنی. چیخ نزن. علی چی میکنی؟ از اینجا برو. عجله کن، از اینجا برو. کاکا رستم ایلایم کن. نخیر هرگز خلاص نمیشه. این خواب بعد هرگز خلاصی نداره. خدایا خودت کمکم کن، تحمل ندارم.
برا خیرت است رستم خان، چی میکنی؟ میشه بگو اینجا چی گپ است؟ علی از دیگه آرام نمیشینه، رفته بود که برای زهرای بیچاره مزاحمت کنه. بریم. زهرا بخیر به زودی، این غم ها از بین میره. روح تو مثل یک پرنده پرواز کده میره. این حویلی، این رسم و رواج دیگه هرگز در زندگیت نمی باشه. زهرا دخترم، تو اینجا آمدی؟ همه چیز خلاص میشه مادر. خاطرتان جمع باشه، هیچ چیز باقی نمیمونه. زهرا نرو، دخترم نرو. زهرا لطفا نرو، دخترم استاد شو لطفا. زهرا نرو، زهرا لطفا نرو. زهرا، زهرا زهرا alla کار ده برما بودی؟ تو میخوای خودکشی کنی ده ایسان کم؟ تو نه مادر تا پیدا کردی دخترم. مادرم کجاست؟ ها؟ میفهمم هم از من منصرف شده، دیگه تحمل کنه نمیتونم. مادر از اولاد خود منصرف میشن؟ مادر به خاطر یک تبسم اولاد خود زندگی خود میده. بده دختر قندم، بده دود جگرم، بده زهرا جان، بده یک دانیم، بده. گذشت یک دانیم، آرام باش. گذشت بخیر، گذشت دیگه، گذشت. زهرا جان، دخترم مقبولم. خدایا تو به دخترم کمک کن. تو میفهمی که در چی حالت است. با وجود که خورده است قدر درد تحمل نمیتونه. چطور برداشت کنه؟ اگه کسی پرسید بگو دست ما داشت آشپزخانه بریدم. خیرت باشه انشالله. بله؟ خاله فاطمه؟ اوه شکر که خودت جواب دادی. خاله فاطمه زهرا چطور است؟ آخ ملکه آخ، زهرا همراه ما است.
اما چطور بودم میتونه؟ دخترت بسیار پریشان است. صبر کو، بگی گپ بزنم رایش. بگی. دخترم قندم چطور هستی؟ خوب هستی یک دانه؟ زهرا گپ بزن. برام وعده داده بودین، گفته بودین که تو را رها نمیکنم. ما تو را چطور تنها ماند نمیتونم. آمده تو را میگیرم. کم صبر داشته باش، درست است؟ اما وعده داده بودین، گفته بودین که مرا تنها نمیمانین. وعده داده بودین، گفته بودین همیشه همراهیت هستم. زهرا ملکه، زهرا خوب نیست. بعداً گپ بزن. قطع میکنم، زیاد گپ زدیم. ما دیگه باید قطع کنم. فعلا خداحافظ. صبر کن خاله فاطمه، قطع نکو. چی شده؟ لطفاً برام بگوین. دیگه از ما چیز را پنهان نکنین. یا هیچ چیز نگو، من خودم میایم پیشتان. تو میخوای اینجا بیایی ملکه؟ نه خیر ملکه، اینا زیاد عصبانی هستن. بیازو اگر بیایی داخل شده نمیتونی. اطراف قصر محاصره است. هیچ فرق نمیکنه. من باید زهرا رو ببینم. شما منتظر باشید، من زود قدم میرسم، درست است؟ خانم ملکه خوب هستین؟ او خطا به نظر میرسین. چی شده؟ ما باید فوراً برم، کار عاجل دارم. دکتر زینب آزاد بشی، ما امانت است. گپ بزن خانم، چرا خاموش هستی فاطمه؟ چرا برشان نمیگی ها؟ بگو که این روز تو امروز پنهان کرده بودی فاطمه. من میخواستم که کار شوه. من میخواستم که روز خوشی دوران به غم بدل کنم. گرچه حرفای زمرت خانم اعظم کده نتونستم، اما بازم در دل انسان وسوسه مندازه. به هر صورت خان صاحب معذرت میخوایم. در خانه که آتش نباشه دود بلند نمیشه، متونست؟ کی هست اونجا؟ خان صاحب سلام برسه. نه وقت شب شده، نمیخواین بخوابین؟ خان صاحب اگر شما را خواب نمیبرد، از سر میز خانمدیه دوا است. یک دانه بخورین، بعدا تا صبح آرام خوابتان میبره. فاطمه بفرمایین خان صاحب. دوران پیش تو کلان شد. وقت طفل بود تو را شیر میدادیم، همیشه حفاظت کردی، حمایت کردی، نگذاشتی کسی او را پایمال کنه. دوران از زیاد دوست داشتی، اما تو نیست فاطمه.
قدیم خان دوران بچه اصلی شما هست. باید مثل اولاد خود را کلان میکدم. شما مرا حمایت کردین، در خانه‌تان جای دادین، به ما خانواده بخشیدین. عادیا بخیز عادیا. خیرت از قدیم خان. چرا یک قسم سیل داری؟ گپ بزن. با لیاز خدا برم راست بگو. دوران بچه ما سمتونیست. جانه یک تانه آمد. مادر جان مادر. مادر خواهش میکنم مرا تنها نمانین. لطفا مرا از اینجا ببرین. مرا تنها نمانین لطفا. هرگز تو را تنها نمیکنم. فاطمه خاله میشه یک گیلاس آب بیاری؟ مادر جانم. چی میخوای بگوی قدیم؟ داخلین ماه حاملگی تو گفتی پیش مادرم میرم. ما برات اجازه نداده بودم، بازم تو رفتی. بسیار شرم از قدیم خان. تو به خانوم خود نه با او زمرد باور میکنی ها؟ دوران از خونه خودت هست، اولادت هست. پس تو باید سر قرآن دست مانده قسم بخوری. جانم بیا بیشی. به خاطر تو زیاد به تشویش بودم جانم. فوراً به هارمونلی آمده، نزدیک قصر شدم، اما پلیس خواستن مرا به نظارت خانه انداختن. اگر نیمه تو را هرگز رها نمی کنم. چطور یک قسم فکر کردی تو را در اینجا نمیمانم؟ کم صبر داشته باش، درست است؟ به خاطر که من تو را از اینجا برده بتانم باید خودم مادر تو ثابت بسازم. درست است خنده؟ بخیر همه چیز خلاص میشه، از اینجا میریم. تشکر. دستت چی شده؟ زهرا گفتم دستت چی شده؟ خاله فاطمه قدیم چطور میتونی بالای من اتهام بسته کنی؟ چطور میتونی کار کنی ها؟ بگو با این قرآن با قسم میخورم که دوران بچه خودم است. بگو قرآن پاک شاید باشه، دستت بان قسم بخور. قسم میخورم دوران بچه اصلی و نسبی تو از قدیم کرمان. زهرا به من راست بگو، باز علی کدام کار کده؟
چرا این کار کردی؟ خاله فاطمه چی شده؟ من یک دفعه بیرون میرم. فاطمه چرا نخوابیدی ها؟ همراه کی گپ میزدی؟ زهرا بیدار است، اما او گپ میزدم، میترسه خوابش نمیبره از خاطر. تو همیشه گپ میزنی. میفهمی بعد چی وضعیت بودم ها؟ او را بان برو متوجه زمرد باش. من دیگه هیچ توان ندارم که گپ کس را بشنوم. فهمیدی؟ نترس زهرا، یک دانیم نترس. ما همراه دستم نترس. بخواب جانم. تو دخترم هستی، دخترک خوردم هستی. هرگز عروسی خانه شده نمیتونی جانم. ملکه؟ او خدای من، ملکه چند دقیقه بعد کلشان بیدار میشن، لطفا از اینجا زودتر برو. مادر خواهش میکنم نرین. خاله فاطمه من بدون زهرا رفتن نمیتونم. نه خیر ملکه، مرا اونا میکشن. من متوجه زهرا میباشم. قربانت شم، هرچی زودتر از اینجا برو. نمیتونم، بدون زهرا رفتن نمیتونم، لطفا درک کن. خوب درست است ملکه جان، پیش از اینکه کسی بیدار شود از راه عقب میریم. برو بوته دبا پوش. دختر زود باش، از این طرف بیا. بیاین زود باشین، عجله کنین. زود باشین زود باشین. بیا بیاین بیاین، زود باشین بیاین. از اینجا برآمدن نمیتونین، بخیزین، از راه دیگه میریم. حالا دیگه زود باشین، عجله کنین. صبحتان بخیر خان صاحب. صبح بخیر. صبح بخیر صبح بچه. بخیر. فاطمه شما کجا بودین؟ چرا اینجا ایستاده هستین ها؟ برین صبحانه را آماده کنین، عجله کنین. درست است خانم عدیه، ما آماده میکنم. بیا دیگه. خدایا چارچوب ندارم. شماره مورد نظر قابل دسترس نمی باشد. کجا هستی ملکه؟ صبحتان بخیر آقازاد، چطور هستین؟ آله خوب شدین؟ خوب هستم دکتر خانم. ملکه را دیدین؟ خانم ملکه دیروز از شفاخانه برآمده رفت، گفت که کار عاجل دارم.
چی شده باشه؟ خاله فاطمه، اگه کسی داخل شوه باز وقت مادرم ببینم ما چی خواد کردیم. زهرا، ملکه در اتاق آزاد است. هیچ کس در اتاق داخل نمیشه. کم بیری بار کم شوه باز برش یک چاره پیدا میکنیم دخترم. زهرا چای بنداز. مادر جان، کار ما بسیار جور است. هیچ بیکار نمیشه. ما روز در شرکت ما بیرو بار است. کلشان دست پر میاین مادر جان. اوه پدر، امروز روسا به شرکت میان، عجله کنین. صبر دوران. ایره بیگی پیش از اینکه شفاخانه بریم برو از لیلا بسیار زیاد تشکر کن. با خوبی یک انسان نباید یک قسم معامله شوه بچی. درست است. رستم میبره. رستم نمیبره. دوران تو اگه دستور مرا هنوزم میپذیری ای تحفه را شخصا تو به لیلا میدی. فهمیدی؟ وقتی دستور از مقام بالا باشه چاره ندارم. نترس ملکه، ما هستم، نترس. آی خاله فاطمه، ملکه چطور کنیم؟ امروز اونا میخواین که در یولی بشینن. فکر میکنم که زیاد مهمان دارن، از او خاطر. چطور کنیم خاله فاطمه؟ یک راه حل باید پیدا کرده از اینجا براییم. من دیگه ظلمشان تحمل ندارم خاله. به جزی که صبر کنیم دیگه چاری نداریم. آزاد از بودن من اینجا خبر نداره. به یک شکل با آزاد خبر بده. او یک راه پیدا کرده من از اینجا میکشه. حالا زود باش. بچشم. شفا باشه آقا آزاد. زنده باشین. آقا آزاد، شما میرین؟ بله، بسیار زیاد تشکر. بالای مزیات احسان کردن خانم. خواهش میکنم. شما از خانم ملکه خبر دارین؟ نه خیر، در موبایلش زنگ زدم خاموش بود. حالا یک بار به خانهش میرم. او خدایا، ما شماره خود براتون میدم. اگه به کمک نیاز داشتین باز میتونین به این شماره زنگ بزنین. درست است؟ درست است. تشکر میکنم. استاد زینب، یک مریض عاجل دارین. میبخشین، ما باید حالا برم. خداحافظ. خداحافظ خانم. چه مشکل دارین؟ کمک کنین، لطفاً برام کمک کنین. لطفاً زیاد درد میکنه. تو عامل هستی؟ میشه بگویی که چند سال هستی خواهر جان؟ 14 ساله. مرا چی خواهر جان؟ دیگه تحمل کردن نمیتونم. شما چرا تا امروز این دختر را به شفاخانه نآوردین؟ شما چه قسم یک خانواده هستین؟ خانم پرستار، اینجا رو خالی کنین، هیچ کس نباشه. درست است جانم، درست است. آرام باش. من چی خواهد زیاد میترسم خانم دکتر. نام چیز جانم؟ پریبان. درست است. آرام باش پریبان جان. تو را هیچ چیز نمیشه، بالای ما باور داشته باش. درست است. عملیات خانه را برین زود آماده کنین. بس صبر داشته باش. آرام باش. زود باش بچیم. آمدم پدر. دوران به لیلا دخترم سلام بگو. علیکم سلام مادر کلام. سلام علیکم. سلام علیکم. صبح بخیر. چی پوشیدی قدو؟ چی میکنید اینجا؟ صبح بخیر خان صاحب. خان صاحب
معذرت میخوایم، بسیار زیاد میبخشین. کار داشتم نتونستم براتون تحفه بیارم، اما بازم قسمت روز بود خان صاحب. چی کنم دیگه، کم تال خوردم اما بازم آوردم، تازه است، وطنی است. ایره ببر. تشکر راشد خان، با زحمت شدی. خواهش میکنم نوجین مادر، زحمت چی، نوش جانتان، نوش جانتان. خداحافظ مادر کنم. خان صاحب از یادم رفت چی بود خدایا. درست از خلاص بگو. بله خلاص میگم خان صاحب، من میخوایم که سر از امروز خدا نامزد مقام شاروالی بسازم خان صاحب. هیچی هست. هیچی هست. شهردار جدیدتان راشد کاران. بله بسیار مقبول است. آفرین. تشکر خان صاحب. اما به طور یک نمونه کرایه میتن. ولی از خدا ببینید آینده هرمان بسیار روشن است. گشتی ماره راشد خان، تو برو بادام بچین، وای خدا از گلیم خود دراز نکن. نمونه ها، نمونه. باز خواهد دیدیم که کی نمونه است و کی خان. منتظر باشین، منتظر باشین. راشد خان. مادر کجاسته؟ درست است، آرام باش جانم. تو نام خدا بسیار قویستی. آیسته آیسته نفس عمیق بگیر. خانم دکتر مرا تنها نمانن، خواهش میکنم. امریت دستون پریوان، این تشویش نداشته باش. نفس عمیق بگی، فهمیدی؟ آیسته آیسته. آفرین. راشد خان باور کن تو عصبانی میشی. هدف دوران دیگه چیز بود، چرا نمیفهمی؟ هدفش چی بود؟ چی بود؟ میشه برام موضوع بگویی؟ خب او تعجب کرد چون تو تا دیروز چای فروش بودی. آی وای وای، تو هم گفتی که چای فروش ها؟ چای فروش نمیتونه که شاروال شوه ها؟ بگو چای فروش آدم نیست که شاروال شوه. این دزدای منطقه میتونه که خود کاندید کنه. بازو روز ازتون دانه دانه حسابی خود گرفتم، فهمیدی یا نه؟ مصطفی بدر چون اینجا عکس من نیست ها؟ تو را میگم کرسی چرا عکس من اینجا نیست؟ اگه من شاروال شدم باز میفهمم کامرایتون چی کنم، فهمیدین یا نه؟ دوران خان است نه؟ تو برو. خسته نباشی. تشکر خان صاحب، انشالله کدام مشکل پیش نه نمیاد. خیر شکر، همگی ما خوب هستیم. یستو است. همه ما از تو تشکر میکنیم. چرا به زحمت شدین خان صاحب؟ هیچ زحمت نیست. تو بودی که زندگی ما در کلان من نجات دادی. بسیار مقبول است. چی شده دکتر خانم؟ پریوان چطور است؟ اگه نا وقت می آوردین او شاید حال می مرد. شما چطور میتونین به این اندازه بی مسئولیت باشین؟ اینا هنوز طفل هستن. در این سناخور چطور میتونین مسئولیت بزرگه به شانه اینا بندازین؟ گوش کو خانم دکتر، تو مداخله نکو، وظیفه خود انجام بده. طفل تولد شد یا نه؟ همیره بگو. چرا اینا میپرسی آقا؟ نه که میخواین او طفلک مملای کس دستان خود نامزد بسازین. براتون شرم است، شرم است به خدا. زهرا مر از اینجا بیرون کو. زهرا تو را میگم بیا مر از اینجا بیرون کو. تو را میگم مشنوی؟ اینجا چی گپ است؟ چی سر و صداست؟ مر از اینجا بیرون کنه. تو چرا دیوانگی میکنی ها؟ مرد اینجا قفل کردن نمیتونین، این حق ندارین. خدای تشکر کو که اینجا هستی. به خاطر جمال تو در اینجا هستی. اگر نه میفهمم که امرای تو چی کنم. چی میکردین؟ میکشتین نه؟ بکشین. خداوند تو را هدایت کنه.
نتونستی نه؟ مرا غلام خود ساخته نتونستی. زهرا؟ زهرا؟ تو در اتاق چی میکنی؟ ما آمدم که اتاق بکنم. راستی؟ قدر زود با کار شروع کردی ها؟ یا که کدام خواب دیدی دختر جان؟ بسیار خوب. درست پا کاری کنی، فهمیدی؟ بفرمایید. تشکر، زنده باشین. روز خوش. ملکه کجاست؟ چی گفت است؟ آمدی که تبریکی بتی؟ شنیدی که چی گفتم؟ ملکه کجاست؟ نمیفهمم، خبر ندارم. آخرین بار در فروشگاه دیده بودمش. در فروشگاه. یگانه کسی که مانع او میشه تو هستی. اگه خبر می داشتم مانع می شدم، اما من خبر ندارم. آزاد، اگه ملکه را دیدی برش بگو در زندگی ما مداخله نکنه، با دروازه ما حتی نزدیک نشه. اگه نه بار خدر با آسانی خلاص نمیشه. رفته میتونی، کارای ما زیاد است. تو کی را میگی برو آدم احمق؟ با خان شدن حق کسی را گرفتن نمیتونی. اینجا و تمام جایداده که از نصفش از ماست. تو که ملکه را تهدید میکنی، خودت باید کمی متوجه باشی. دلم نمیشه مادر. جیگرخون نباش. من هرگز تو را تنها نمیمانم. از اینجا یک جای میریم، تا روز محکمه به یک جای دیگه میریم. بیازو کسی ما را پیدا کرده نمیتونه. پس از اینجا چه قسم برایی؟ در چهار طرف قصر محافظین است، ما را میبینن. همراه فاطمه خاله گپ زدم. با آزاد میگه او آمده ما را از اینجا میبره. بگی بخو. بس از دیگه. راشد نمونه، راشد چای فروش، باز خود دیدین. شما باید قربانش شوین. راشد کارا زندگیتان سیاه میسازه، زندگیتان تاریک میسازه. راشد خان، ایلاکو برا، این کارو نکو. با دوران چیزی نگو. باید بفهمه خسته شدیم. سر من خون بودن نمیتونه. فهمیدی یا نه فاطمه؟ لطفاً آرام باش راشد. ولی از خدا این کارو نکو. فاطمه بیبی، کسی که مزدور و اولی می بود آل خان شده، فهمیدی؟ رئیس قبیله شده. ببینم که بعد از این حقیقت بالای ما گپ زدن میتونه یا نه. ما دیگه خسته شدیم. راشد خان من صرف شو، از این کار من صرف شو. هیچ کار خوبی نیست. طوفان برپا میشه. لطفاً هم که برپا شوه. آقا آزاد، دانستین که خانم ملکه را پیدا کنین؟ نه خیر، تمام جاها را دیدم اما نتونستم پیداش کنم. با شما کدام چیز دیگه گفته؟ گفت که کار عاجل دارم، تا چند ساعت دوباره میایم. و وقت شما استراحت بودین زیاد به تشویش بود. میگفت دخترم در قصر است، من اینجا بوده نمیتونم. دوران یک خان جوان و با استعداد است. دعا میکنیم که خداوند همیشه محافظش باشه. آمین. نمیفهمم که فاطمه کجا رفته. فاطمه؟ زهرا؟ دخترم فاطمه کجاست؟ از مهمانا پذیرایی نمیکنه؟ نمیفهمم، ندیدیم. درست است، پس او که نیست خودت پذیرایی کن. دوران زنگ زده. بچه بگو. من از اینکه داره هستم، زود بیایی. درست است. دوران چی گفت؟ کدام مشکل پیش آمده؟ نه خیر، کدام چیزی را در خانه فراموش کرده گفت بیاره.
بسیار هیجانی است. صبح وقت طرف کار رفت. من ترا دوست دارم آزاد. چی گپ است؟ چرا اینجا آمدی؟ کاکا ملک هم اینجاست. دا اینجا چی میکنم؟ بیبی کاکا اگه او را متوجه هستی که چی میگه آزاد؟ ما با او چی کده میتونیم؟ بیا زود اینجا داخل شده نمیتونه. برو یک دروازه دیگر تک تک کن. دوران چی میخوای بگویم؟ به خاطر چی مرا اینجا خواست؟ مادر جان ما شرکت میرم. تو هنوز برش تبریکیام ندادیم. توفیشم برش میتم. بسیار خوب. ما هم کم استراحت میکنم. همه چیز جمع کو دختر. خب دیگه ما میرم مادر بخیر جان. بری. خدا به کارایت خیر و برکت بیاره. دوران بچیم مرا به خاطر چی خواستی؟ مرا بچه‌م نگو. دورانم تو چی میگی؟ چطور؟ به خاطر چی کار کردیم؟ چطور تانستین مرا اینقدر سال فریب بدی؟ فاطمه برات گفت نه؟ ای که کی گفته هیچ مهم نیست. تا امروز با ما دروغ گفته. با چشمایم دیده مرا فریب داده. خدا مادر خطاب کرده. ها؟ چرا امروز ما این کارا کردین؟ چرا؟ آزاد. آزاد. آزاد.
خان همراه عدیه خانم و کاکا رفتن. نوجین مادر کلانم در اتاقش از هیچ کسی نیست. زود شوین، همیال رفتن میدانیم. مادر برین که فرار کنیم. در گذشته رابطه ما همراه قدیم زیاد خوب نبود. طفلم از سخت کدم وقت فاطمه حامله بود و هیچ کس نداشت که از او محافظت کنه. وقتی که من طفلم از سخت میکدم فاطمه نمیفهمید که چی کار کنه. گفتن ندانستم که طفلم از سخت کدیم. اگر میگفتم قدیم مرا از بین میبرد دوران. تو مرا گرفتی ها؟ من تو را نجات دادم، هم تو را و هم مادرت فاطمه را نجات دادم بچیم. اگه 5 دقیقه دیگه ناوقت میکردم فاطمه خودکشی میکرد. تو را مثل اولاد خود دوست داشتم، به جای طفل خود تو را کلان کردم. تو را از برفین هیچ کم ندانستم. ما هر دو مادرها یک جا تو را محبت دادیم و کلان کردیم. اما مرا با دروغ کلان کردی. ای قسم نگو. تو اگه تمام عمرم تلاش میکردی به این قوت و قدرتی که ما برات دادیم رسیده نمیتونستی. خان شدی. ای هم مرا به خاطر خود کردین. به خاطر منه. به خاطر خود کردین. گفتین هم با چیم خان میشه، هم با خودیم زندگی میکنم. اما تو نیست؟ کار بد کردم. امروز همه مردم دست تو را نمیبوسن ها؟ یا که میخوایی از این همه منصرف شوی؟ از خان شدن منصرف میشی فقط به خاطر ای که بچه من نیستی؟ تو میخوایی از این همه منصرف شوی دوران؟ بالاخره همگی خبر میشه. تمام دروغای تو افشا میشه. کلاکی باید بفهمه تو چه قسم یک زن دروغگو هستی. ملکه آزاد کجاست؟ او هم همراه تو آمد. نه نامده. زما رو در سمرای کی گپ میزنی؟ چرا بر آمدی دخترم؟ چی شده؟ وقت ملکه را دیدم فکر کردم آزادم همراهش آمده. ملکه را دیدی؟ او کجاست؟ در اتاق آزاد رفت. بله. بچیم کجاستی؟ شرکت آمدم نبودی؟ بیرون هستم میایم. زود بیا، برات یک گفتنی دارم. درست است. من براتان گفتنی دارم پدر. تو کس را دیدی؟ چطور ندیدی؟ همراه تو استاد بود. همیاره در اتاق آزاد رفت. اونجا کسی نیست. راست میگم به خاطر که من امروز صبح پاکاری کردم. چطور رو ندیدی؟ همیاره همراه تو استاد بود. در اتاق آزاد نرفت زهرا. توبه توبه، ما خواب ندیدیم. چرا با ما باور نمیکنین مادر؟ در اتاق آزادم رفت. دخترم ما به تو باور دارم. چرا ندارم؟ بیا در اتاقت رفته استراحت کن.
بیا دخترم بیا بیا. مادر در می اتاق است. درست است دخترم، فهمیدم دخترم. دوران از همه چیز خبر شد. من قسم میخورم که نمیخواستم بفهمم. گپ نزن، نمیخوایم چیزی بشنوم. خلاص شد، همه چیز خلاص شد. نتانستی رازا نگاه کنی. دوران رفت که به قدیم خان همه چیزا بگوی. فاطمه تو هم مرا همورا برباد کردی، را میفهمی؟ خانه کرمانیا خوش آمدی. چرا ناراحت هستی؟ کسی تو را سواری ساختن؟ برام بگو بچیم که جزایش را بتیم. کسی که خانه کرمانیا را عصبانی بسازه تو هنوز به این دنیا نامده. شاید این توفه تو را خوش بسازه بچیم. بسیار وقت میشه که فرمایش داده بودم، چند لحظه پیش آوردم. یک توفه مناسب با خانه قبیله است. هیچ ضرور نبود پدر. چرا ضرور نبود؟ تو یگانه بچه مستی، تو خانواده ما هستی دوران جان. ساعت چی از جانم؟ جانم فدای دوران جان. حالا بگو با ما چی میخواستی بگویی؟ چندین سال است که من مادری او را کردیم. از تو چی فرق داشتم؟ به خاطر شب و روز زحمت کشیدم، اما او چی کرد؟ تمام زحمات مرا نادیده گرفت. با وجودی که از عاقبتش میفهمه بازم رفته که به قدیم بگویم. اولاد امی قسم میباشه؟ ها؟ هیچ دلت برم نسوخت؟ درست است که تو را به دنیا ناوردیم، اما همیشه در قلبم جای داشتی. میخوای کجا بری عطیه؟ کجا زندگی میکنی؟ زیاد جگرخون شدی؟ تو میخوای مرا تسلی بتینی؟ این همه را باید از قبل فکر میکردی فاطمه. بگو دوران چی میگفتی؟ ای قسم نگو. اگر در تمام زندگی توم تلاش میکردی به ای قوت و قدرت که ما برات دادیم رسیده نمیتونستی. کار بدی کردم؟ امروز کلگی دست تو را نمیبوسن ها؟ یا میخوای از این همه منصرف شوی؟ از خان شدن منصرف میشی؟ فقط به خاطری که بچه من نیستی؟ میخوای از این همه منصرف شوی دوران؟ اونقدر مهم نیست پدر. توفه شما زیاد مقبول است. خوشت آمد ها؟ فعلا ما یک کار بسیار مهم دارم پدر، باید برم. چه قسم کار از دوران؟ تو خو امیال آمدی
بفرمایین خانم دکتر. بر ارتباط خانم ملکه خواستم بپرسم، بعد تشویش هستم. تانستی نورا پیدا کنی؟ متاسفانه با اوضاع آمدم گفتن تا 24 ساعت نگذره ما شکایتتان درج کردن نمیتونیم. باید صبر کنیم و منتظر باشیم، شاید خبرشان بیاین. بسیار بد تشویش هستم، اما میفهمم که ملکه زهرا را رها کرده ایجایی نمیره. مادر چی شده؟ خاله فاطمه نیست؟ نه این ندیدم. خدایا بازات باید خبر میداد. زهرا تو میتونی یک تلفن پیدا کنی؟ به خاطر که از اینجا برایم بازات باید خبر بدیم. آی خدایا زیاد گرم است. ایلیف بیا دخترم غذا آماده است. بگی دخترم بگی، متوجه باش که داغ است. پدر زیاد بدمزه است. راست میگی؟ کاش که به خاله فاطمه میگفتید. او آمده بود پخته میکرد. دست پخت خاله فاطمه بسیار مزه دار است. راست میگی دخترم. داشپزی بسیار لایق است، بسیار خوشمزه پخته میکنه. اما فاطمه خاله دیگه طرف ما نخوادید دخترم. ما برات پنیر و نان میارم دخترم. اینا برای دختر شیرینه میارم بخیر. خانم هدیه لطفاً مرا ببخش. تو را هرگز نمیبخشم فاطمه. داخلتم دستم به یخن تو میباشه. تو مرا از خانوادیم، از قبیلیم، از اولادم جدا کردی. تلفن کجاست؟ بکس مادرم داخل ببرین فاطمه خاله. ما میرم مادر، شام باز میگیم. بخیر بیایی بچه.
چی میکنی زهرا؟ الماری را تنظیم میکنم. آشپزخانه برو حالا برای شما مادگی بگیرین. الیف، مادرت کجاست دختر؟ و بالاست آقا دوران. آفرین. چی میگی دخترم؟ چی میکنی خان صاحب؟ چی میکنی با لیاز خدا؟ گپ ما گوش کن. اگه درباره ما یک کلمه با کسی چیزی بگویی تو را صندوق مرمی میسازم. درست است خان صاحب، خاطر جمع باش، صدقه چم خاطر جمع باش. چی گفتی؟ با خدا خان صاحب خاطر جمع باش، صدقه چم. به هیچ کسی چیز نمیگم، قربان چم. این راز نه بین ما راز میمونه، قربانه کد چم. این کار نکن خان صاحب. خان صاحب بسیار معذرت میخوایم، ما از خودت یک خواهش دارم. در انتخابات شاروالی از ما حمایت کنین، لطفاً این کار کنین. ها؟ خیرت است؟ با خاطر چی آمدی؟ راست بگو دوران، ملکه کجاست؟ تا هنوز پیداش نکردی؟ دوران اگر به او ضرر برسه باز آزاد، سرم تامت نکن. گفتم خبر ندارم. دیر یا زود پیدا خواهد شد. دعا کو که نام تو را نگیره. رستم، بله خان صاحب. آزاد و ملکه کدام برنامه داره؟ تعداد افرادت زیاد بساز. از اطراف قصر با خبر باشین. بچه شم خان صاحب. زمرد باید به یک دکتر خوبتر نشان بدیم. با گذشت هر روز وضعیتش خراب میشه. باز چی کده؟ امرای جمال گپ زدم؟ عادت کردیم، هر روز همراه جمال گپ میزنم. امروز میگفت که استاد ملکه را دیدم. ملکه را دیده؟ ها، گفت اتاق آزاد است. همراه عروس کوچک به مشکل او را به اتاقش بردم. اتاق آزاد دیدن مادر کلان؟ چطور امکان داره بچه؟ ملکه به اینجا چطور آمده میتونه؟
رستم! چی شده؟ چرا رستم خواستی؟ پدر آزاد از صبح کده تلاش ملک است. میگه ملکه گم شده. بفرما خانسه. تمام قصر را ببینن. اتاقها را دانه دانه تلاشی کنین. همه جای ببینین. هیچ جای از پیشتان نمانه. شروع کنین. فاطمه کجاست؟ چرا دیده نمیشه؟ گفت سرم درد میکنم. مام گفتم استراحت کن. بله کاکا. آقا آزاد، من هستم زهرا. زهرا؟ خوب هستم آقا آزاد، اما مادرم همینجاست، در قصر است. یعنی چی؟ در اونجا چی میکنه؟ کاکایم شما را زندانی ساخته؟ نه، هیچ کس خبر نداره که او اینجاست. به خاطر ما آمده بود اما هیچ برآمده ندانسته. چهار طرف قصر محافظین است. آقا آزاد، همه کی شک کردن که مادرم در قصر است. هر طرف میپالن. کمک کنین لطفا. چی میگی آزاد؟ چرا زنگ زدی؟ به خاطر ملکه زنگ زدی؟ نه، ملکه را پیدا کردم. میبخشی دوران امروز ناک بالای تو شک کردم بیادر. فکر کردم به ملکه ضرر رسوندی. توبه توبه. خب کجا بوده؟ کار عاجل داشت. موبایلش هم چارج خلاص کرده بود. فهمیدم. چی کردین؟ چیز پیدا شد؟ آزاد به دوران زنگ زد. گفت پیدایش کردیم مادر. بالاخره جزای خودت دید. شفایا جان. خوش آمدین. خوش باش. خبر شدین کجاست؟ بله، نشانی شب پیدا کردم. حالا به کمک شما نیاز دارم. همگی خوابیدن مادر. آقا آزاد گفت که گوش کنین، از راه عقب نبراین، به خاطر که مشکل است. گفت که از دروازه پیش روی بره. از
از دروازه پیشروی چه قسم برایم؟ تو نمیبینی که چقدر نفر استاد است؟ نمیفهمم. شاید آقا آزاد کدام برنامه داشته باشن. درست است، تو برو ده بیرون باش. مانده نباشین. زنده باشین. من دکتر هستم. به خاطر ولادت برام زنگ زدن اما نشانی رو پیدا کردن نتونستم. نشانی دی نوشته است. میشه که کمکم کنین؟ خانم مستقیم برین. طرف چپ سرک دوم دور بخورین. داخل جاده یک سرک دگام است. اگر ازتون خواهش کنم امرم رفتن میتونین آقا؟ نه خیر خواهر، من رفتن نمیتونم. قسمی که براتون گفتم برین. لطفاً بسیار نوقت شده. میترسم که یک بار طفل مادر از دست ندیم. اگر کمکم کنین خوش میشم لطفاً. تا جای خود میبرمتان، بعدا باز خودتان برین. درست است؟ آی خداوند عزیزتان راضی باشه. بسیار احسانمند شما میباشم. تشکر. معذوت بیایم، متوجه باشین. فهمیدین؟ آزاد آمد. آزاد آمد. دوران اجازه بده. صابر کجا میری ملکه؟ ملیاز خدا دست شهیلا کو. خواهش میکنم. درست است، تو برو. اما عروس قصر همینجا می باشه. دوران لطفا علاج کن. برات گفتم دست شهیلا کو. علاج کن. با خاطر دخترت هر کاری میکنی نه؟ ها؟ دخترمو برام بده. دورا نگیرم از اینجا نمیرم. برو. دورا. زهرا با اتاقت برو. زهرا برو. من تا زهرا رو نگیرم هیچ جایی نمیرم. فهمیدی؟ زهرا با اتاقت برو. اگر تو مادرت از بین میبرم. خداوند جزایت بده. یک کم دنگام صورت بگی دکتر صاحب. باز میگی که موضوع مرگ و زندگی است. تو با این صورت فقط سر جنازه طفل رسیده میتونی. از بیشتر نمیشه. به خاطر که صورت در بین شهر هیچ کار درستی نیست. خوب است اما ما باید به قصر برم. اگه خان صاحب بفهم مرا از بین میبره. درست است سرعت زیاد میکنیم. زهرا ده همینجا می باشه. فهمیدی؟ زهرا همینجا می باشه. برو. تا زهرا رو نگیرم نمیرم. دور شه سر رایم. زهرا بهتر است مرد همینجا پیاده کنی. همیرا را تعقیب کرده برو. باز دست چپ دور بخور. تو به خدایا ای چرا دفتن استاد شد؟
میشه که شما یک دفعه ببینین؟ یک دقیقه صبر کن. این خودش جور میشه دکتر سایم. میشه یک بار شبتان بخیر. کاش که برام کمک میکردین. تو چه قسم یک انسان هستی؟ تو هیچ وجدان نداری؟ هیچ دلت نمیسوزه؟ تو وجدان داری؟ ها؟ تو وجدان داری ملکه؟ تو قلب داری گپ بزن؟ بازم این زن؟ نمیبینی به خاطر تو در چی حالت هستم؟ به خاطر تو چی کارا که نکدم؟ مادر من همیشه در مقابل خود فقط یک انسان بی قلب، بی وجدان و بخیل میبینم. به اندازه بی وجدان هستی که یک طفل از مادرش جدا میسازی. همین جواب کمکایی است که با تو کدم. اصلا تو قلب نداری، به وجدان تو هستی. ما دختر من میخوایم، فهمیدی؟ دخترتا میخوایی ها؟ پس همراه ما عروسی کو. اگه میخوایی همراه دخترت یک جای باشی، همراه ما عروسی کو. تو دیوانه شدی؟ تو چطور میتونی این گپه به ما بگویی دوران؟ ما به خاطر رسیدن تو به دخترت راه حل پیشنهاد میکنم. چی شده مادر؟ بیشرم هیچ پشت ما رو اعلان نمیکنه. ای استاد بیعقل اینجا چی میکنه؟ ما خان هستم. ما هرچی بگویم همون میشه. فهمیدی؟ دستم ایلا که افگارم کردی. مادر گپ ما گوش کن. اگه همراه ما عروسی کنی در قصر همراه دخترت بوده میتونی. فقط همی. از اینکه همراه تو عروسی کنم بمارم بهتر است. بس از اینجا گم شو. برو. تا دختر من نگیرم جایی نمیرم. طرف ما بیبی. باید با ما عذر کنی. باید خواهش کنی. باید با پایم بفتی. حیوان هستی. گم شو. اعلام کن. زهرا. مادر. زهرا. اعلام کن زهرا. دیگه در اطراف قصر نبینمت. زهرا. ملکه بخیز ملکه. آره دیگه بلند شو. نخیر دروازه رو باز کن. ملکه دختر ما برم بده. زهرای ما برم بده. زهرا. بس از ملکه آرام باش. زهرای ما برم بده. بس از این بدبختی رو بینی. 2 دقیقه از پیش دروازه دور شدم. حادثه رخ داد. زهرای ما برم بده. او زنو شیار نمیشه. اگه از دروازه بیرونش کنی از کلکین میایه. آزاد برش روی میته. با خاطر او زن بیعقل پیش مردم رسوا میشیم. زهرا. دختر ما برم بده. زهرای ما بده. خیرت است هدیه خانم، چی گپ از این وقت شب؟ استاد باز کوشش کرده که داخل قصر ما شوه. دوران از دستش گرفته بیرون انداختش. زهرا رو برم بده. زهرا. مادر من همینجا هستم، نترس. تو از اینجا میبرمش کنی، نترسی. مادر لطفاً برای اینجا تنها نمان.
دخترم صبر کن، بسیار کم مانده، تو را نجات میتم. درست است، نترس، کنه چیز خوب میشه. خواهش میکنم نرین، من اینجا تنها نمون. هیچ وقت گریه نکنی، درست است؟ هیچ وقت. زهرا! نه خیر، دور باش از دخترم دوران. زهرا! از دخترم دور باش. گوشکا! اگه کوشش کنی فرار کنی یا بخوای همراه مادرت گپ بزنی لیازه هیچ کس نمیکنم. دیگه مادرت دیده نمیتونی. درست است ملکه جان، آرام باش. درست است. زهرا با او دست نزن، دختر مهلا کن. زهرا! قیشی شک چیغ میزنه که کم از تمام قریه خبر شوند. هر قدر که میخواید چیغ بزنه فایده نداره. در درست چه قسم مادر شده میتونه؟ اما قسمی که زندگی میکتالی اومدم البته. بله. خیرت از هدیه خانم، دی وقت شب چی گپ است؟ او مادر اصلیش است، چطور از اولادش جدا شوه؟ ما پیش زهرا میرم. گپ نمیزنی، فهمیدی؟ ببین با یک اشتباه تو مادرت از بین میبرم دختر. تا امروز مادر نداشتی، بعد از یام نداری. گوش کن ملکه جان، ای قسم دخترت برات نمیتن، یعنی ای قسم گرفتن نمیتونیم. من دخترم میخوایم، بدون گرفتن او از اینجا نمیرم. درست است میگیری، دخترت هم میگیری، اما قسم نه. بیبی محکمه برگزار میشه، او یک بار به نتیجه برسه، بعد از او دخترت از تو میشه. کمی صبر کن، منتظر تا باش. ختم محکمه اینجا بوده نمیتونه، اگه اینجا باشه از بین میره. ملکه تو باید صبر کنی، منتظر تصمیم محکمه میباشیم. امکان نداره، اجازه نمیتم او اینجا باشه. من هیچ جایی نمیرم، شنیدین؟ گریه نکو دخترم. دخترم مقبولم، آرام باش. رفت، مادرم رفت. اینا مرا با مادرم نمیدن. دخترم اگه اینا تو را به خوبی نتن، مادرت یک راه دیگه پیدا کرده تو را از اینجا میبره. تشویش نکو، با ما باور کو، از این امتحان موفق بیرون میشی. یک مادر در تمام عمرش از اولاد خود منصرف نمیشه. هیچ کس مانع شده نمیتونه. قلب یک مادر بسیار بزرگ است. حتما یک راهش پیدا کرده تو را با خود از اینجا میبره. چی شده دخترم؟ دل بد شد جانم؟ به خاطر جگرخونی زیاده از بیبی سر میده تاثیر کرد. حالا دیگه تشنا برو، خود راحت بساز. ملکه دخترم باید برم بدن، دخترم باید بدن زینب، دخترم باید بدن. تا دختر من نگیرم نمیرم، تا دختر من نگیرم نمیرم. ملکه آرام باش، آرام باش ملکه جان، بریم. ما به شما نگفتم که از خانه محافظت کنین؟ نگفتم چشمایتان باز باشه؟ ها؟ او زن داخل خانه شده و راحت هر طرف خانه میگرده، حتی خبرام ندارید. شما چی میکنین ها؟ شما را به خاطر چی استخدام کردیم؟ کجا بودین احمقا؟ رستم
تو کجا بودی؟ چرا پیش دروازه نبودی؟ یا خان صاحب من دهن دروازه بودم، اما قبل از او یک خانم آمد. دکتر بود. یا گفت که ولادت عاجل داره. او خانم بسیار عجله داشت. گفت که مسئله مرگ و زندگی کسی است، میشه برام رسونی؟ گپما گوش کن. باید خودت در بطی که فریب یک زن خوردی احمق. اما تو نیست؟ گوش کن. خانه تو کی است و او زن کی است؟ خان شده فکر میکنه که پادشاه شده. انسان پست. احمقا هیچ کدامتان آدم نیستین. کلتان بیکار هستین. حیف ماشی که براتان میتم. بچه ما خانه بزرگ است. آفرین بچه هوشیارم. به همگی نشان بده که خانه بزرگ کی است و چی کار است. حدشان براشان نشان بده. آزاد و ملکه تا داخل اویلی میآیند، اما شما احمقا خبرم نمیشین. چرا؟ ما شما را به خاطر چی استخدام کردیم؟ به خاطر چی پول میتم؟ به خاطر چی شما را اینجا استاد کردیم ها؟ آزاد اینجاست. او کجاست؟ چرا پیش من آمد؟ آزاد نامد از زمرات. تو چرا از جایت بلند شدی؟ بیا که بریم. دوران همیاله گفت. شنیدم. نه خیر جانم، تو با خود نبودی، حتما غلط شنیدی. بیا که بریم. پس خواب شو. درست شنیدم. دوران آزاده به خانه نمیمانه نه؟ دوران چرا آزاده به خانه نمانه؟ مشکل اونا دیگه چیز است. با دوران ربطی نداره. بیا که بریم. بریم. بیا دخترم، بیا اینجا بشین. حال چطور هستی؟ کمی بهتر شدی جانم؟ دمیدی در چی بود بیرون شد. پس چرا تو هنوز خوب نشدی؟ هیچ تشویش نکن، خوب میشی. به هر صورت یکم استراحت کن، خوب میشی. بیا دخترم، تا صبح انشالله خوب میشی. بیا. نه خیر، من اینجا استراحت نمی کنم. نه خیر. مثل که خانم کاکایم راست میگه. ملکه راحت ده خانه میگشته. توبه، با گپ زمرد اعتباری نیست. یک گپ گفت دیگه. زهرا بسیار مشکل استراحت کرد. بیچاره بسیار ترسیده بود. تو چطور از آمدنش خبر نشدی فاطمه؟ تو خود تمام روز پیش زهرا هستی. چطور نفهمیدی که او آمده؟ چطور نفهمیدی که مادر خود پنهان کرده؟ جواب بده. با من هیچ چیز نگفت. اگر میگفت من با شما میگفتم.
اگر بعد از این کسی به ملکه و آزاد کمک کنه یا بخواه زهرا را به ملکه برسانه باز از خود گله کنه. او را دیگه در این شهر زنده نمیمانم. دخترم زهرا، مرا ببخش که تو را آوردن نتانستم. دخترم مرا ببخش لطفا. ملکه جان بگیره بخو. ایتر کم راحت نیست. تابلت آرام بخش است، بخو. نمیخوایم دوا بخورم، فقط دخترم میخوایم. آزاد برات عذر میکنم، یک کار کن لطفا. زهرا را از اونجا نجات بده. او را میگیره ملکه، زهرا را نجات میده. زهرا اونجا زندگی نمیتونه، او را نجات بده. اگه اونجا باشه خود مرده. آزاد او را نجات بده. خدایا لطفاً کمکم کن. مرا از مادرم جدا نساز. ما را به هم برسان خدایا. لطفاً ما را جدا نساز. نمیبینی به خاطر تو در چی حالت هستم؟ به خاطر تو چی کارهایی که نکردیم؟ ما دخترم میخواییم، فهمیدی؟ پس با ما عروسی کن. اگه میخوایی با دخترت یک جا باشی با ما عروسی کن. فقط همی. نوجین مادر؟ تا حال استراحت نکردین؟ دی چند وقت هیچ نتونستم آرام بخوابم فاطمه. زهرا؟ تو باز دل بد شدی جانم؟ تو برو، من خودم پخته میکنم. زهرا تو چیزای آماده شده را سر میز ببر. برو دخترم، برو. زهرا را چی شده؟ از دیشب تا حالی معده‌اش خراب است خانم. خفه است. به خاطر مادرش زیاد جگرخونه است. حالا بیدار نشدم. نمیفهمم بعد از بیدار شدن چی خواهد شد. خبرهای خوش دارم. زهرا را آوردی آزاد؟ برای داد کجاست؟ وام میشه انشالله. با قاضی صاحب گپ زدم. گفت دوسیه را بررسی کردم. 3 روز بعد، یعنی 3 روز بعد علی و زهرا از هم دیگه طلاق میگیرن. یک بار طرف ما بیبی؟ چرا میدید خراب شده؟ نمیفهمم. سر چرخ میخوره؟ یگان وقت. زهرا اینا رو سر میز ببر دخترم. چرا قسم طرفش میبینی؟ فکر کنم زهرا حامله شده. چه قسم؟
چقدر زود؟ هنوز عقلش در سرش نامده که زود طفل به دنیا میاره. باز هم دوران پس ماند. قبل از او علی طفل به آغوش مادرت میمانه قدیم. بیا. نوجین مادر، غذا حاضر است، بفرمایین. دوران بیدار شده؟ نه خیر، تا هنوز بیدار نشده. نوجین مادر، شما از این راستا حال هیچ خوب معلوم نمیشین. خیرت است؟ هیچ چیز نمیخوری ملکه؟ اگه قسم نخوری تا روز محکمه بسیار ضعیف خود شدی. زهرا پیشم نیست، حتی نمیخوایم نفس بکشم. دلم نمیشه. نمیفهمم این 3 روز چه قسم خود گذشت. صبر داشته باش. کدام کار نکنی فهمیدی ملکه؟ ما باید به شرکت برم. من به شفاخانه میرم. شاید تا مریضا آمده باشن. من جمعش میکنم. تشکر. درست است. اگه چیزی کار داشتی برام زنگ بزن. درست است؟ درست است. تشویش نکن، تو برو به کارت برس. صبح بخیر. صبح تو هم بخیر بچه. تو بشی، ما برات چای مندازم. نمیخوایم فاطمه خاله. صبحانه نمیخورم. بچه بشی اونجا جان مادر. نه خیر، ما باید برم. به از اونا وقت شده. امروز مال ارسال میکنیم. باید اونا را بررسی کنم. خداحافظ. دوران بشی. درباره یک مسئله مهم امرت گپ میزنم. غیر از که خان کرمانی ها استی تو به خاطره خانواده ما و شان و عزت خانواده باید زود تصمیم بگیری که عروسی کنی. تو حال دیگه خان هستی، باید بر خانواده وارث بیاری. انشالله مادر کنم. وقتش کامت حتما. وقتش میگذره اما تو متوجه نیستی دوران. پس بگو که یک دختر مناسب به تو پیدا کنی. تو هم عروسی خود کردی. اوف، کجاستی دخترم؟ کجاستی زهرا؟
دخترم؟ باز دلم بد میشه. شاید مشکل معدت باشه. تو برو استراحت کو. من میشویم ظرفارم. حالا دخترم. صبحتان بخیر. زنده باشن. صبحتان بخیر. صبح خیر کاکا، خوش آمدید. تو با شرکت آمدی آزاد؟ خیرت باشه در این صبح وقت. مالایی را که هفته پیش برای مشتری روان کرده بودیم، حالا زنگ زده بود که مالا کم است، او را میبینم. او استاد گفت تو برو امروز کار کو، از طرف ما اجازه است. از برکت او مادرتا بیادرتا زیاد وقت شده که ندیدی نه؟ از مادر و بیادرم خود نمیگذارم کاکا جان. بعد از اینجا میباشم مثل سابق. خوبی عجله به خاطرش است. ما او خان شدیم. برام کمی وقت بتین. ما باید فعلا به کار بار باشم. لازم نیست دیگه منتظر بانی. وقت ازدواج کردی خوبتر باز کار میکنی. ازدواج با دختره که میخوایم با وقت زیاد نیاز داره. تو تشویش نکو بچه. ما خودم عروسی تا میکنم دوران. با دختر دلخواه خودم. فکر نمی کنم که با گفته های ما اعتراض داشته باشی. اما تو نیست؟ ما باید برم مادر. همگی منتظر ما هستن. بعدا گپ میزنم. خداحافظ. دوران گپ شما را رد نمی کنم مادر جان. البته که دختر دلخواه شما را قبول می کنم. حالا با او یک دختر مناسبه پیدا کنیم. وقتش هست دیگه. خداحافظ خان صاحب. هیچ تشویش نکنین. ما همینجا میباشیم. چند روز پیش دختر کوچک چاکرا را دیدم مادر جان. از نظر بد دور باشه بسیار مقبول شده. دختر دومی و قاسم تا هنوز مجرد است. او هم یک دختر خوب و با استعداد است مادر. صبح بخیر. مزاحمتان خود نشده. بیا دخترم. خوش اومدی. لیلا بیا بیشی دخترم. دوران توفیتانه برتان خواد آورد. بسیار تشکر میکنم. من بسیار خجالت دادی. خواهش میکنم با خوشی استفاده کنی. لیاقت شما را ندارم اما برای من بسیار با ارزش هستن. مادر جان اینا را از ایران آوردن. لازم نبود بیاری دخترم. تو با این کارت ما را خجالت دادی. مقبول است. مادر مادر دخترم میفهمیدم که مرا تنها نمیمانی. دخترم قندم
تو گریه میکنی جانم؟ مادر تو خوب هستی؟ تو رو از اینجا میگیرم، درست است؟ گریه نکن دخترکم، گریه نکن یک دانه، گریه نکنی جانم. پدر بله. شما میخواستین شاروال شوین؟ بهشم دخترم. اما دوستایم قسم نمیگن. راست میگی دوستا چی میگن؟ میگن پدرت شاروال شدن نمیتونه. اگه شوام یک آدم ترسو و بی‌جرأت است. راست میگن. نه تر نیست. ما یک دفعه شاروال شوم باز میبینی که مرا کی ترسو خواد گفت. تو درس تا بخون دخترم. تو هم دختر شاروال میشی. حالا جانم من میفهمم امرایتان چی کنم. زنده باشین. تشکر. زنده باشین دوستا. خدا کمتان نکنه. با همگیتان خبر خوش دارم. این ما هیچ کس کرایه نمیته از طرف ما. چی رسائل داری؟ خان صاحب ماشاءالله خان بودن خدا به مردم نشان دادین. برا شد کمک خود کردن انشالله. اما تو نیست؟ باز چی میخوایی؟ خودتان میفهمین دیگه. وقت انتخاب شاروال نزدیک است. دیگه کاندیدا کلشان کار میکنن. قهوه دادن، مهمانی های با تحفه. تو هم باید به اقارب خود کمک کنی. ما میخوایم در انتخابات رای بگیرم خان صاحب. چی رسائل داری؟ بسیار میبخشین آقا. راستش به خانه بزرگ کرمانیا اقا کمک کم خواهیش نمیزیبه. به خدا آدم به امراض خود زیادتر کمک میکنه خان صاحب. اما تو نیست؟ اگه اجازهتان باشه من دیگه میرم. هر قسم تو خواسته باشی. نمیخوایم مزاحم کارت شوم. اگه کار داشتین حتما زنگ بزنین. دویده میایم پیشتان. چی ضرورت است جانم؟ ضرور نیست تو بیایی. در این قصر نفر زیاد است. ای قسم نگو هدیه عروس. لیلا کم کمک نکده به ما. خدا ازت راضی باشه. خداوند از شما هم راضی باشه. بعد از دست دادن خانوادیم اولین بار شما احساس خانواده بودنه برام بخشیدین. نوجین مادر، زهرا از زیر ساحلی مریض است. دلم هیچ آرام نیست. عروس کوچک چی شده؟ میدیش خراب شده. دل بد است. بیچاره هر دقیقه طرف تشناب میره. طرف ما بی فاطمه، این دختر حامله نشده باشه؟ نه خیر مادر، هیچ امکان نداره. میدیش خراب شده باشه. رستم گرفته. با عروس کوچک پیش دکتر برین. دکتر معاینه کنه که حامله هست یا نی. درست است نوشین مادر. پس ما میرم مادر جان. شاید اونجا ضرورت شوم. زود شو آماده شو. پیش دکتر میریم. به خاطری چی؟ چرا نداره دختر گلم؟ معدت خراب شده یا که سرما خوردی. یک دفعه دکتر معاینت کنه. درست است؟ حالا دیگه. حالا دخترم.
کجا رفت؟ روی خدا از ما گشتانده اینجا آمدی؟ فکر کنم فراموش کردی ما شریک این شرکت هستم. نه خیر نه. تو کرمانی بودن پدر و اجداد خدا فراموش کردی. تنها حق دکان یادت هست؟ وقت خوش خان صاحب. هیچ هست. یک دقیقه ما برات میگم که چی است. این مکتوب به خاطر طلاق علی و زهرا است. علی و زهرا 3 روز بعد از هم طلاق میگیرن. اونا باید زندگی خود بفهمن. فکرت باشه که مانع نشی. زهرا کجا میبرن دختر من؟ زهرا 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 کجا میبرن دختر من؟ علی علی بیا کارت دارم. اوراق طلاقت آمده علی. خب انتظار نداری ما بگوییم بخیر باشه؟ نه خیر ندارم. طلاق نمیتی. از این دعوا منصرف میشی، فهمیدی؟ با او محکمه هیچ وقت نمیری. علی تو چقدر تغییر کردی؟ این وضعیت خدا ببین. ببین اگه میخوایی خدا خوب احساس کنی و ما هم رایت کمک کنم باید بگه پایم گوش بدی. درست است بیادر. هرچی شما بخواین اما قسم میشه. آفرین علی. تو مثل بیادرت نیستی علی. با بزرگای قومت
همیشه احترام داشته باش، به خوبیت است. چه شده؟ چرا مثل دیوانا میخندی؟ نه که مثل مادرت تو هم دیوانه شدی. نه خیر، عقل ما سر جایش است مادر کلان. اما ای که درباره طلاق ما شما تصمیم میگیریم، به نظر من ای کاملا دیوانگی است. علی، عروسی که در این قصر یک بار داخل شود باز تا که جنازهش نبرای زنده برآمده نمیتونه. اگر تو در او محکمه بری، زهرا از بین خود رفت. شما هم نه مادر کلان. اگر زهرا اینجا باشه خواهد مرد. اینجا خانه نیست، دوزخ از دوزخ. بیادب، بد اخلاق، چطور جرأت میکنی تو بگویی؟ آرام باشین. به نظرم علی در باره باید کمی فکر کنم. فعلا در حالت خوب قرار نداره که تصمیم بگیره. بیا علی، بیا. بیبی، ما هم به حیث بیادرت هستم. در او اتاق که تو تنها می باشی دل من برات می سوزه. بعد از این مثل هر کس دیگه در قصر گشته میتونی، درست است؟ یعنی من رفتم میتونم دوران بیادر؟ حتما، چرا نه جانم، بفرما. نه. تو چی میکنی دوران؟ نشنیدی که او بچه چی گفت؟ شما ایش تشویش نکنید. بالاخره او را قانع میسازم. باید از این طلاق منصرف شود. خدا لعنتت کنه. دور شو. خدا لعنتت کنه. لعنتی. این فهرست مریضای ثبت شده است استاد زینب. زنده باشی. دخترم به خاطر که محکمه نره فرار میدنش میفهمیدم، اما موفق نمیشن. کجا رفتن؟ اونا کجا رفتن؟ بله زینب. چی؟ زهرا به شفاخانه است؟ درست است من میایم. ای که چی نقشه دارن نمیفهمم. اما بچه ای چی وضعیت است بچه؟ تو چی شده؟ خوب هستم مادر. از زهرا طلاق میگیرم، بسیار خوب هستم. اما اجازه نمیدن بچه. با اجازه کسی نیاز ندارم. بیادرم برام کمک میکنه. آزاد؟ بله آزاد. تو هم آزاد دیدی بچه؟ او چرا خانه نمیایه؟ چرا آمده از من نمیپرسه؟ مادر، همگی شما را فریب میتن. بیادر ما داخل قصر اجازه نمیتن که او با دیدن ما بیایه. مادر، با گپ هر کس فریب نخورین. علی کجا میری؟ یک دانیم. بفرمایید. بفرما جانم.
شما تا بیرون منتظر باشین لطفا. نه خیر، من همینجا می باشم. اصرار نکنین خانم، میخوایم مریض خود به تنهایی معاینه کنم. زن بیادب، چرا اجازه نداد داخل باشیم؟ تو بسیار شبیه مادرت هستی زهرا جان. شما مادرم هم اشناسین دکتر صاحب؟ بیا اینجا بشی. حالا هر شکایتی که از اینا داری برام بگو. میدیم کم درد میکنم، استفراغم میکنم. هدیه خانم، اگه زهرا واقعا حامله باشه باز چی؟ انشالله که نیست. نمیخوایم خان شدن دوران مرا با حامله شدن ای دختر کسی فراموش کنه. اگه کدام طفل دی قصر بیایه او اول باید از دوران ما باشه. وقتی با ماشین بررسی کنیم فهمیدم میشه که چرا زیاد دلم بد میشه. فهمیدم میشه جانم، حالا میفهمیم. فهمیدید دکتر صاحب که چرا میدیم اینقدر درد میکنه ها؟ خاله فاطمه میگفت شاید کدام چیز سرت بد خورده. واقعا چیز سرم بد خورده؟ بله زینب، ما آمدیم پشت دروازه هستم، اما آمده نمیتونم. هدیه اونجا هست. درست است ملکه، در اتاق انتظار هم دیگر میبینیم. چی شده دکتر صاحب؟ عروس ما را چی شده؟ باید یک چند معاینات دیگر هم انجام بدم. از این خاطر شما اینجا منتظر باشین. بیا دیگه جانم. مادر جانم، دختره. جان مادر بیا بیشی. مادر من بیا. چرا تو را اینجا آوردن؟ میدیم بسیار درد میکنه، اما خوب شد که به این بهانه شما را دیدم مادر. جانم دخترم، یک دانیم دختر یک دانیم. اوه جانم. بفرماین. آزاد، باید عاجل امیال به شفاخانه بیایی. میخوایم امروید گپ بزنم. درست است، منتظر باشین. ممیاله می خداحافظ.
زمان جدایی ما فقط 2 روز مانده جانم. 2 روز بعد جلسه دادگاه است. بعد از دادگاه کس تر از من گرفتن نمیتونه. میفهمم مادر جان، بسیار کم مونده. 2 روز بعد دیگه از اون انسانهای ظالم نجات پیدا میکنیم. کاملا از زندگی ما بیرون میشن. بعداً با هم یک جا میباشیم. تا اون وقت کم صبر داشته باش. چی شده؟ کجای درد میکنه؟ این قسمتم کمه درد میکنه، اما تشویش نکنین، زیاد نی. زهرا جان، قبل از اینکه کسی بفهمه ما باید حالا بریم. درست است، متوجه خود باش. متوجه خوردن نوشیدن خودم باش. لباسای گرمم بپوش تا خنک نخوری. تو را بسیار زیاد دوست دارم. مام زیاد دوستتان دارم. برو دختر گلم. بسیار زیاد طول کشید. فقط میخوایم بفهمم که حامله است یا نه. بالاخره اون آمدن. دختر ما را چی شده دکتر خانم؟ چیز مهم نیست. کم مسموم شده بود، تشویش نکنین. خوب است. یعنی چیز مهمی نیست. نه خیر، ما براش دوا دادم، ضرور نیست شما براش دوا بتین. درست است؟ امی که متوجه خوردن و نوشیدنش باشین کافیست. درست است، متوجهش میباشیم. بیا که بریم. خداحافظ زهرا جان. زنده باشی دکتر خانم، روز بخیر. شما هم زنده باشین خانم. زینب، به خاطر که دختر ما پیش ما آوردی بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم ملکه، ما وظیفه خود انجام دادم. زینب خانم، دیدم میتونم. تشکر میکنم. ملکه؟ تو اینجا چی میکنی آزاد؟ آزاد ما خواستی ملکه. باید امیال همراه اردوتان گپ بزنم. چی شده؟ کدام خبر بعد از؟ چرا پریشان هستی؟ متاسفانه که ام قسم است ملکه. زهرا چی شدش؟ بسیار مریض است؟ میشه بگوی زینب چی شده؟ زهرا عامل است ملکه. چی؟ میده. نازه به جای نکو. دکتر گفت که خوب هستی. بیا دخترم، بیا سرت بالای شانه مبان. بیا دختر گلم. ای چطور امکان داره زینب؟ حتما کدام غلط فهمی شده. ای امکان نداره. مطمئن هستین خانم دکتر؟ متاسفانه ها، به خاطر که افراد قصر خبر نشه برشان
دروغ گفتم که مسموم شده. باورم نمیشه آزاد. زینب حتما کدام غلط فهمی شده. چی میشه خدایا اشتباه شده باشه؟ چی خواست شد؟ کاش که یک خواب باشه و بس. یک بار دیگه مای نکو، لطفا یک بار دیگه مای نکو زینب. امکان نداره که اشتباه کرده باشه ملکه. اولتراساوند شدیدم. حامله نیست مادر جان، فقط مسموم شده بود. به زودی دوران عروسی کده وارثه خانه را میاره بخیر. اما دوران از خونی خانواده نیست هدیه. بریم دیگه زمرد خانم، آفتابم غروب کرده. در ضمن تو هنوز کاملا خوب نشدی. بیا که با اتاقت بریم، کمی استراحت کو. حالا دیگه اگه از قصر ازی خبر شوه او را به من نمیتن، هیچ وقت نمیتن. نمیتن، نه زهرا را نه طفلی را برات میتن ملکه. دختر من مادر شدن نمیتونه. او خودش هنوز طفل است. دختر کوچکم از او مادر شدن نمیتونه. طفل به دنیا آوردن نمیتونه. زینب یک کار کن. متاسفانه در این شهر بسیار دخترای خورده که اجباری عروسی میکنن و عمر میشن زیاد است. بیازو یک از دلایل آمدن ما به این شهر و در این شفاخانه کمک کردن به قسم اطفال است. پس به بام کمک کن. بیبی قبل از اینکه زهرا و اعضای قصر از این طفل خبر شوند باید یک کار کنی. اگر این طفل خدا گرفتن نمیتونم، لطفا به من کمک کن زینب. ازت خواهش میکنم یک کار کن لطفا زینب، لطفا. ملکه درست است، آرام. او هنوز بسیار خورده است. او مادر شدن نمیتونه. او بسیار خورده است. برات عذر میکنم زینب، یک کار که او را نجات بده. نترس. زهرا لطفاً مرا ببخش. اگرنی از درد میمرم. مرا ببخش. تو به او چای ندادی فاطمه؟ دوباره دهنش باز شده. ما برات گفته بودم که هر روز باید برش چای بتی. ایزن دیوانه شده. اما کافی نیست عادیه خانم. بیازو کسی بالاش باور نمیکنه. تو گپ ما انجام بده.
میفهمم که حق ندارم از تو یک چیز بخوایم زینب جان، اما دیگه چاره ندارم. یگانه راه نجات زهرا فقط همین است. لطفاً برام کمک کن. نمیتونم ملکه. تو از من میخوایی که به خاطر نجات دادن زهرا یک بیگناهی دیگر از بین ببرم. او هم یک طفل معصوم و کاملا بیگناه، اما تو نیست ملکه. نمیشه جانم، این کار کردن نمیتونم. فهمیده قسم یک چیز از من نخوای. بدون رضایت خودش کار شده. میخوایی به خاطر به دنیا آمدن یک طفل ناخواسته زهرا رو تباه بسازی؟ چی میشه کمک کن زینب؟ اگه خبر شوند که زهرا حامل است، بار دیگه او را برم نشانم نمیتن. دیگه دختر خدا هیچ وقت گرفته نمیتونم. خواهش میکنم. واقعا بسیار متاسف است ملکه جان، اما این کار بسیار یک گناه بزرگ است. را بفهم، موضوع حیات یک طفل است. هیچ جان را نمیتونم ندیده بگیریم ملکه. ما به بسیار خوبی میتونم احساساتت درک کنم، اما نه تو نه ما او جان برش دادیم. گرفتنم حق ما نیست. استاد زینب سلام، وضعیت خانم مریم وخیم است. ما مجبور هستیم زینب راضی بسازیم. اگر نه دخترم از دستم میره. سر او فشار آوردن نمیتونیم. چطور یعنی؟ تو هم همراه او هم نظر هستی؟ من خودم میفهم که چی بگویم ملکه. ده یک طرف تو، ده یک طرف زهرا و ده طرف دگام او طفل معصوم و بیگناه. دیگه چاری نداریم. دخترم حتی نمیفهمه که در بطن خود چی پرورش میده. ما باید زینب راضی بسازم. او مجبور است به من کمک کنه. پریوان جان، آمدم خواهر جان. از جاجل عملیات خانه را آمده بسازیم. من نخواستم که صاحب طفل شوم، فقط بازیچوهای خدا و مادر خدا به خونه خواستم. اطفال همیشه گریه میکنن. خاله دکتر من نمیتونم اون را خاموش بسازم. ما تو هنوز بزرگ نشدیم که طفل ما را بسازم. من میفهمم اما چیزایی که در زندگی هیچ وقت نمیخوایم بالای ما میآید جانم. اگه ما از بین برم، مادرم بسیار گریه خواهد کرد. بیاز او همیشه پشتم گریه کرده. نمیخواستم عروسی کنم. نترس پریوان جان، نترس خواهر جان، نترس. من در کنار تو هستم، تو را تنها نمیمانم. در آغوش می طفلم میزیبه، اما بعضا کارهایی صورت میگیره که کاملا برخلاف خواست ما میباشه. خودت هم میگه بگفتی دکتر صاحب، من بسیار زیاد میترسم. نترس خواهر جان، نترس. من در کنارت هستم، تو را هیچ وقت تنها نمیمانم. فهمیدی؟ خاله دکتر، اطفال به جنت میرن، اما تو نیست. ما میرم. پریوان نخیر پریوان، طرف ما ببین، چشمایی تا باز کن خواهر جان. طرف ما ببین، چشمایی تا باز کن خواهر جان، چشمایی تا باز کن.
دخترم تو بسیار ضعیف شدی، باید یک کمی چیزی بخوری. هیچ دلم نمیشه خاله فاطمه. این دل بدیم چی وقت خوب خواهد شد؟ خوب میشی دخترم. امروز هیچ کار نکو، فقط استراحت کو تا فردا بخیر کاملا خوب میشی. آی باهوش بیا پریوان جان، باهوش بیا خواهر جان، چشمایت باز کو، باهوش بیا لطفا. استاد زینب ای دیگه مرده، حالا به حکومت حق پیوست. پریوان کاش که من میمردم دخترم. تو چرا ما را ایلا کندی رفتی؟ بعد دیدن بعضی دخترایی که بعد دوران دیدیم رفتم. بعضیشان نامزد شده بودن، اما به زودی بهترین دختره با بچه خود پیدا میکنم، تشویش نکنه. عادیه فکر میکنم مادرم درباره کسی دیگه فکر میکنم. او کی است مادر؟ یک بار شام دوران به خانه بیایه باز گپ میزنیم. من خواهی هیچ نمیفهمم چطور میتونی یک نفر اولاد خدای قسم از بین ببرم؟ چطور میتونه زندگی او را تباه بسازه؟ با کدام حق زندگی طفلانی او را از بین میبرم؟ چطور میتونه با آغوش مرگ روانش کنه؟ زهرا همه قسم خواد شد، او هم از بین میره. زینب لطفاً به من کمک کن، بغیر از تو کسی برم کمک کرده نمیتونه. لطفاً زهرا را نجات بده.
راستی پدر، مالای سفارشات جدید آماده ساختم. یعنی حل ساختی؟ آفرین بچیم. یعنی قبل از اینکه وقت معینش برسه سفارش مالا را ارسال میکنیم، زیاد خوش میشن. شیر بچه ما البته که خوشخواد شدن. همراه دوران خان کار میکند. بر صورت کار وظیفه را کنار بانین دیگه. سر اصل موضوع امشب خود بیاین مادر جان. کدام موضوع؟ مادرم کسی را مناسب تو دیده بچه. ما هم تا هنوز نمیفهمیم که کی است. دختر را که به تو مناسب دیدیم دوران. او لیلا هست. این امکان ندارم مادر. یعنی لیلا کی است؟ از کجا است؟ از کدام خانواده؟ مادر و پدرش کی است؟ هیچ نمیشناسیم. یعنی به همین خاطر این گپا گفتم. تمام خانوادهش از بین رفته. هدیه دیگه چی میخوایی؟ یک یتیمه که به تنهایی زندگی میکنه. ما مناسب فکر میکنم. همین کافیست. اشتهای خوش داشته باشه. زهرا؟ بسیار دل بد میشه. وای دخترم وای. خاله فاطمه ها؟ به مادرم زنگ زدم میتونیم؟ لطفا میخوایم صدایشون رو بشنوم. بان که یک بار همگی استراحت کنن باز برش زنگ میذارم. درست است؟ دوران دی وقت کجا میریم؟ عصبانی هستم، میخوایم قدم بزنم. بیبی بچیم، قانون خان بودن و رسم و رواج ما امی است. به خاطر ادامه نسل آینده ما تو باید زود عروسی کده در آغوش مادرم یک طفل زیبا بیتی بچیم. اینمی وقت عروسیت از دوران. دیگه منتظر چی هستی؟ ببینین پدر، دختر را باید خودم انتخاب کنم. نه خیر، یک بار دل نوجین مادر با دست بیار، تو عروسی کو. بعد از او هر کس را که خودت میخوایی خانم دومی بگی بچیم. وقت نام دوران خانه بشنوند هر دختره که باشه خودش پشتت میایه. ها؟ و شما چی بیارم؟ چی می نوشین؟ برا ما چای بیادر. زینب چیز نمیگی؟ چرا گپ نمیزنی؟ بگو درست است کمک میکنم یا بگو دربارش فکر میکنم. یک چیز بگو لطفاً. ملکه جان، شاید نتونی مرا درک کنی که در چه حالت چه وضعیت قرار دارم.
من نمیتونم جان یک انسان بگیرم. ایره بفهم لطفا. من نمیتونم با دستای خود نفس او رو بگیرم. فهمیدم. یعنی میخوای بگویی که زهرا طفله به دنیا بیاره؟ آی درست است ملک، آرام باش. از هر بوده که فکر کنیم یک جنایت بزرگ است. زینب، امروز همسان زهرا یک دختر فقط به خاطر که طفل به دنیا آورده بود پیش چشمای تو جان داد. زینب، میخوای زهرا ما قسم شوه؟ تصمیم سخت جنین بهتر است. ذهنیت نیست که خانواده و دختر بالاش تحمیل کرده بودن و جبران عروسیش با کس دیگه کرده بودن. اونا تصمیم گرفته بودن که پروان باید طفل به دنیا بیاره و بمیره. حالا تو تصمیم میگیری که یک معصوم از بین بره. ملکه، اما تو میگی اولتر از همه او یک انسان است. حق داره که مثل هر کسی دیگه زندگی کنه. درست است. من زهرا را معاینه میکنم. اگر وجودش آماده ولادت نباشه باز هر چی لازم باشه انجام میتیم و جنین سقط میکنیم. درست است؟ چطور معاینه میکنی؟ او طفل از قصر بیرون شده نمیتونه. با یک بهانه باید زهرا را به شفاخانه بریم. بعد از تکمیل معاینات اگر لازم بود یک عملیات مخفیانه انجام داده میتونیم. میشه ازتان یک سوال کنم؟ زهرا خود فهمید که طفلش سقط میشه؟ نه خیر، نه خیر. زهرا نباید هیچ وقت از این گپ خبر شوه. امکان داره که ذهن و این قسم یک غم تحمل کرده نتانه. زنده باشی. نتر زهرا، نمیخوایم تو را ناراحت بسازم. با تو وعده میتم که تمام شب اونجا سر چوکی میخوابم. زهرا دخترم نترس، من هستم. زهرا جانم، چرا روی زمین خوابیدی؟ کلگی استراحت کردن. بریم به مادرت زنگ بزن تا با تشویش نشه. بریم دخترم، بیا بیا. بیا دخترم. او روز وقتی که محکمه دایر شد گفته بودم بدتر از خبر شدن حقایق چیز دیگه نخواد بود. اشتباه کردم.
او هنوزم یک طفل است. چطور این درد تحمل کنه؟ چطور مادر شوه؟ چطور میتونه از طفل مواظبت کنه؟ از قصر است. از قصر زنگ زدن. بله زهرا دخترم، چی حال داری یک دانه؟ خوب نیستم مادر، هنوزم دل بد میشم. متوجه خود نیستی از او خاطر جرابایتم نمی پوشی. پاهایت گرم نگاه کو جانه، متوجه خوراکتم باش، بزودی خوب میشی یک دانه. شامم دل بد شدم، با آشپزخانم داخل شدن همیتانم مادر جان. گپایی را که گفتم انجام بده، خوب میشی دخترم. تا 2 روز دیگه کاملا خوب میشی، درست است؟ وقت عاشق شوی راز دل تا گفتن تانی. قربانت شم، تلفن قطع کو، دوران خان آمد. قطع کو مادر، ما باید قطع کنم. شب بخیر. داخل شو، داخل شو، زود باش. از هیچ چیز خبر نداره، از هیچ چیز. وقت عاشق شوی راز دل تا گفتن تانی. چقدر سخت از خدایا، چقدر سخت از خدایا، چقدر سخت از خدایا، چقدر سخت از خدا، چقدر سخت از نوجین مادر نباید رو به یه حالت ببینه خان سایی. چقدر سخت از خدایا. آزاد، قبل از اینکه زهرا از حامله بودن خود خبر شود، ما باید طفلش از بین ببریم. درست است. چقدر سخت از خدایا. وقتی عاشق شوی راز دل تا گفتن تانی. چقدر سخت از خدا، چقدر سخت. دارون بچیم، میفهمم تو دختر دوست نداری، خدای قسم پریشان نساز. اگه بگویی که لیلا رو نمیگیرم، کی میتونه با تو مخالفت کنه؟ اعلام کن. نه، فقط درباره تو فکر میکنم بچیم. باشه، تا حالا با یادت آمد ها؟ جوابت خانم. اینجا چی گپ هست؟ شما دیوانه شدین؟ اگه کسی خبر شوه صدایتون ده تمام قصر میرسه. بیرون شو از اتاق. بچیم، تو چی گفته قدر نوشیدی ها؟ با ما حدقه بچیم نگوید. هیچ کدامتان مادر نیستین. حالا از اینجا گم شده بره. براتان آوانین برین.
ملکه تمام شب فکر کردم و یک راهی بیرون کشیدن زهرا را از قصر پیدا کردم. چی کنیم؟ دوران تا هنوز بیدار نشده؟ دیشب بسیار دیر آمد مادر. شما میرم میفهمین که تمام شرکت ها را به تنهایی داره میکنه. تمام کاروبار سر او است مادر. تا هنوز ایرام نگفته که لیلا را میگیرم؟ یا که کدام دختر دیگر دوست داره ما خبر نداریم؟ چطور هدیه؟ نه خیر مادر، کی بوده میتونه؟ هر کسی را که شما انتخاب کنین دوران آماده است تا همراهش نکاح کنه. همه قسم از دوران خان پیش لیلا دخترم رفتن نیت نیک خود برش بگوییم؟ به نظر تو مناسب است؟ مناسب است مادر کرام. اگر شما مناسب میدانین درست است برین گپ بزنین. فعلا خداحافظ. خداحافظ بچه. ما هم اینجا منتظر می باشیم. درست است. زینب کوشش کن که زهرا را بیاری. انشالله ببینیم که چی میشه. برگای خوشکام جوروک و عروس کوچک. با لیلا زنگ زدم، گفت که وقت داره. امروز رخصت بوده. گفت بفرمایین بیاین منتظرتان است. خوب است. دست خالی نمیرین. یک توفه برش آماده کن. نوجین مادر، از شفاخانه دکتر زینب آمدن. میخواین که شما را ببینن. اجازه بده که بیایه. خیرت باشه انشالله. روزتان بخیر. از اینکه مزاحمتان شدم معذرت میخوایم. خواهش میکنم. بیا بیشی دخترم. زنده باشین. زهرا جان، میشه که ما را چند دقیقه تنها بونی جانم؟ اینا نتایج معاینه اولتراساوند زهراست. بعد از معاینات فهمیدم که در رحمش یک زخم وجود داره خانم نوجین. قبل از اینکه ناوقت شود زهرا را باید هرچی عاجل به شفاخانه بیارین و عملیاتش کنین خانم. زهرا؟
این دکتر دیروزی نیست؟ چرا اینجا آمده؟ نمیفهمم. هر کاری که داره حتما نخواستم و بشنوم. این موضوع عملیات دیگه از کجا شد خانم دکتر؟ از اینکه این قسم یک وضعیت داشت چرا دیروز برای ما نگفتی؟ من بعداً متوجه شدم خانم نوجین. ببینین اگه زهرا ای عملیات سپری نکنه امکان داره داینده صاحب طفل شده نتونه. شماره موبایلم در اینجا نوشته است. منتظر خبرتان هستم. ما عملیات خانه را آماده می سازم. حالا ما باید برم دیگه. خداحافظ. وقت خوش. چی شد؟ روزی شدن؟ زهرا را به شفاخانه میارن؟ نمیفهمم ملکه. باید منتظر زنگشان باشیم. روز بخیر خان صاحب، خسته نباشین. باز چی میخوایی؟ خان صاحب تصاویری را که بلال چاپ کرده یکی شام در شیشه دکان شما نصب کنم. راشد در یو آخر تو را اینجا زیاد میبینم. عکس خدا گرفته گم شو. خان صاحب بیبی تو هم برم وعده کرده بودی ازم حمایت میکنی نه؟ در این بار گپ زدن نتانستیم. میشه که حال گپ بزنیم؟ چی کنیم؟ چی خواد شد؟ راستی خان صاحب فاطمه خانم چطور است؟ خوب است؟ بله از خدا غلط در کردی بیبی. خان صاحب کسی خواد دید. خان صاحب فقط یک دو کلمه بگوین که از من حمایت میکنین دیگهش مربوط ما میشه. بیازو بعد از این در جاده ها و مارکت ها کمپاین میکنه مرا نخواد دیدین. دو کلمه بگوین، فقط دو کلمه. گوش کنین دوستا. آقا سلیمان، محمود جمع شوه. استاد یشار تو هم. بیاین 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 بیاین. قسمه که در جریان هستن انتخابات شاروالی نزدیک است. با صفت خانه کرمانیا رای ما از هر دو طرف راشد کارا است. با مردم بگوید. زنده باشین خان صاحب، خداوند ازتان راضی باشه. دوستا مبارک بگوین، تبریک باشه. زنده باشین، زنده باشین، سلامت باشین. تشکر میکنم. صبر کنین بچه مرا بلند نکنین. خداوند ازتان راضی باشه. بفرمایین چای کلتان مفت است. بنوشین و لذت ببرین. تشکر میکنم. بفرمایین چای بنوشین. بفرمایین زنده باشین. نه خیر، من دیگه صبر کردن نمیتونم. من به قصر میرم. کجا میری ملکه؟ صبر کو. کجا میری؟ ما فقط یک فرصت داریم. از این باید به خوبی استفاده کنیم. تا زنگ اونا باید صبر کنیم. خب درست است، اما اگه زنگ نزنن چی؟ یا اگه زهرا رو پیش دکتر دیگه ببرن حامله بودنش افشا خواهد شد، باز چی کنیم؟ ما باید یک کار کنیم که مجبور شوند زهرا را به شفاخانه ببرن. تو هم همراه ما هم نظر هستی نه؟
امروز قصر بسیار خاموش است. دیگرها کجاستن؟ لیلا خانم هم شناسینی؟ اما پرستارم میگم به خاطر یک کار خیر با دیدن او رفتن زمرد خانم. اگر قسمت باشه دوران به زودی عروسی میکنه. خب تو چرا نرفتی فاطمه؟ راستش من آزاد خود نمیگذارم زمرد خانم. فاطمه خانم عروس آینده چطور است؟ مناسب بچه است یا نه؟ اشتهای خوب زمرد خانم. بله؟ بفرمایین. فاطمه خواهر، ما باید عاجل با هم گپ بزنیم. تمام خانه بسیار پاک است. هر چیز منظم در جایش است. هدیه. ماشاءالله. ماشاءالله مادر جان، ماشاءالله. ماشاءالله. گفتن که میایم شیرینیاره در روغن زیتون پخته کردم نوجین مادر. بدونی که چربی خونتان بالا بره به راحتی خوردن میتونین. با زحمت شدی دخترم. خواهش میکنم زحمتی چی مادر جان؟ مرا بسیار خوش ساختین. در روزای رخصتی بسیار دق میارم. در اینجا دوست و اقارب زیادم ندارم. در رحم عروس کوچک ما کدام زخم بوده؟ امروز دکتر زینب به قصر آمده بود. گفت اگه عملیات نشه تا آینده مادر شدن نمیتونه. این حقیقت داره؟ بله، اگه عملیات شوه بهتر است. زهرا باید هر چه عاجل عملیات شوه. جز یک عملیات بسیار کوچک است یا طول نمیکشه. خوب است. خوش آمدی فاطمه خاله. خوش باشی دخترم. خیرت باشه. شما چرا پریشان هستین؟ ما با کمک تو ضرورت داریم خاله. بغیر از تو با کس دیگه گفته نمیتونیم. چی گپ است؟ من نترسانین، بگوین. خاله فاطمه، زهرا حامله است. تو اینجا چی میکنی ها؟ خاله فاطمه بیایید. دروازه رو باز کن. لطفاً برام کمک کنین. مرا از اینجا بیرون کنین. دروازه رو باز کنین. دروازه رو باز کن علی. لطفاً گفتم دروازه رو باز کن. دروازه رو باز کن علی. گفتم دروازه رو باز کن علی. خاله فاطمه، بله آقا. لطفاً بیایید دروازه رو باز کن. علی تو چی کردی؟ میخوایی دزدی کنی؟ اینم کو. اونجا چی گفت شده؟ نمیشه اینو نمیکنم. گفتم اینم کو. آرام باش علی بیادر. اینم کو. علی اینم کو.